آدمایی که تو زندگی هیچ رویایی ندارن سعی میکنن شما رو هم از رسیدن به رویاهاتون منصرف کنن. شاید لازم باشه که بهتون یادآوری کنم که مطلقاً هیچی به اندازه پیشرفت شما دهن اون آدمایی رو سرویس نمیکنه که یه روزی شما رو نادیده میگرفتن. اینکه معمولی باشی خیلی خوبه، ولی خوبتر از اون میدونی چیه؟ اینکه یه معمولی پرانگیزه باشی. میخوام 25 تا درس زندگی رو که فهمیدم باهاتون به اشتراک بذارم. فقط تو رو خدا هر موردی که بهتون میگم یه رجوع کنید به گذشته‌تون، برگردید عقب، ببینید آخرین باری که این اتفاق براتون افتاد چه حس و حالی داشتید. ببینید اصلا درست میگم یا نه. مثلا اولی که میخوام بگم سلامتی مهمتر از ثروته. خب این جمله خیلی کلیشه‌ایه، همه اینو میگن، ولی واقعا برگرد به گذشته‌ت. آخرین باری که مریض شدی چه حس و حالی داشتی؟ اینو گفتی خدایا کاش زودتر خوب بشم، خسته شدم دیگه. واقعا همینو حتما گفتی. بقیه اینا هم مثل همینه. ببین چند درصد درسته، مطمئن باش حداقل 20 تاش به دردت میخوره، زندگی تو تغییر میده. برو بریم. یک، سلامتی مهمتر از ثروته. 2، روی آموزشت سرمایه گذاری کن. 3، پس انداز اورژانسی داشته باش. 4، چند تا درآمد فعال داشته باش. 5، تمرکزت روی کیفیت باشه نه کمیت. 6، تفریح کن، خوش بگذرون. 7، خودتو با کسی مقایسه نکن، کار پدر مادرها رو نکن. 8، خودت بزرگترین مشوق خودت باش، واقعا فقط خودتی که میتونی حال خودتو خوب کنی. 9، راه و روش خودتو دنبال کن. 10، عادیه بعضی وقتا حالت خوب نباشه، نمیشه که همیشه حالمون خوب باشه. 11، عادیه بعضی وقتا احساس سردرگم میکنی، خیلی عادیه. 12، شکست ها پله هایی برای موفقیتن، باور کن همینه. 13، به طور مداوم و همیشگی کار کن نه سخت. مداوم بودنه که همه چی رو درست میکنه. لحظه‌ای که باید کنار بکشی رو تشخیص بده. 15، گاهی عصبانیت و خشم هم لازمه. 16، خودت برای خودت کافی هستی، واقعا همینه. 17، اولویت اول زندگیت باید خودت باشی. هیچ اعصاب خوردی، هیچ نگرانی اونقدر مهم نیست که خودت به خودت لطمه بزنی. مهمترین و اولین اولویتت فقط خودتی. 18، خیلی از روابط تا ابد موندگار نیستن، خیلی عادیه که یک رابطه ای رو از دست بدی. 19، قدر افرادی که دوست دارن رو بدون. 20، خیلی از روابط کار و زمان میبرن. 21، زمان محدوده پس درست خرجش کن. 22، تو زندگیت خط قرمز داشته باش. 23، ریسک کن اما حساب شده، یه خورده از حساب شدهش کمم بکنی اشکال نداره. 24، از دایره امن زندگیت بیا بیرون، این مهمترین گزینه است. بچه‌ها اگه یه رویایی رو همیشه توی ذهنت نگه داری و هی امروز و فردا بکنی، به خودت میای میبینی 10 سال، چه میدونم 5 سال 15 سال گذشته و هیچ اقدامی براش نکردی. چرا؟ چون الان پول نداشتی، چون الان نمیتونستی از کارت بیای بیرون، چون الان وقتش نبوده، الان درس داشتی، الان موقعیتت خوب نبوده، الان شرایط خانوادگی و هزاران هزار اتفاق دیگه هیچ وقت اجازه نمیده که تو به اون نقطه 100% برسی که تصمیمتو خیلی واضح و روشن بگیری. همیشه باید یه ریسکی چاشنی کار باشه تا موقعی که از اون دایره امنت بیرون نیای، چیزای جدید رو تجربه نکنی، هیچ وقت نمیتونی به اون چیزی که خاصه خودت هست برسی. شاید از دایره امنت که بیای بیرون یه جاهای ضرر بکنی، یه جاهای خیلی سختی بکشی، همیشه با خودت بگی خدایا چرا این کارو کردم، چه اشتباهی کردم، ولی اون لحظه‌ایه، از بین میره. میدونی چی دارم بهت میگم؟ بعدن خوشحال میشی از این که این کارو کردی، چون موفق میشی، مطمئن باش موفق میشی. شاید یه خورده زمان ببره ولی موفق میشی. ولی اگه هیچ موقع انجام ندی اون کارو، تا آخر عمرت پشیمونی، میگی کاش انجامش میدادم، کاش انجامش میدادم، شاید میشد. 25، وقت کوتاه، عاشق باش. یه جمله پایانی بگم و خدافظی کنم. زندگی کردن نادرترین اتفاق جهان هستیه. بیشتر مردم فقط وجود دارن. همین، خلاص.